روزنامه‌نگاران منطقه قبیله‌های پاکستان در شهر پشاور اعتراضی دسته‌جمعی تشکیل نموده کشتار 2 خبرنگار محلی را محکوم کردند. خبرنگاران زمان محسود و حفیظپور رحمان ماه گذشته در 2 حمله جداگانه از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیدند. بعضی اعتراضگران دستانشان را زنجیرپیچ کرده بودند. به قول آنها این نشانه محدود شدن آزادی بیان در شرایط ناامنی پاکستان است. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران که مرکزش در ایالات متحده آمریکا می باشد، پاکستان را مکان خطرناکترین برای واسطه‌های اخبار عموم نامیده است. طرفداران مولداوی متحدشوی مولداوا با رومانیا در شهر کیشینیو روز استقلال ملی رومانیا را با گلگزاری جشن گرفتند. مراسم در نزد هیکل استپان بزرگ، یک شاهزاده عصر 15 که در مولداوا و رومانیا همچون انسان مقدس اعتراف شده است، برگزار گشت. رومانیا و مولداوا از سال 1918 تا سال 1940 متحد بودند. بعضی شهروندان مولداوا جانبدار سرعت بخشی بر روند اتحاد با رومانیا بوده، این عمل را همایش با اتحاد اروپا می شمارند. همچنان روز سه‌شنبه اعتراض مخالفین متحدشوی 2 کشور در نزد سفارت رومانیا دایر شده، در آن اعتراضگران شعارهای من میخواهم در مولداوا زندگی کنم را بالا برداشته بودند. ستاره هالیوود استیون سگال در چارچوب زیارت از بلگراد با پرزیدنت سرب تامیسلاو نیکولیچ دیدار و گفتگو داشت. سگال تصمیم دارد که در دوام سفر 3 روزه‌اش به سربیا یک جایزه نه چندان معروفی بشردوستانه را دریافت نموده امکان بنیاد مکتب تمرین هنرهای باستانی حربی را بررسی کند. وقتهای اخیر سگال به سیاست پای گذاشته در چند ملاقات دوستانه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حضور داشته است. سال گذشته بعد اشغال کریم از سوی روسیه، سگال در یک کنسرت راک در این منطقه هنرنمایی کرد. روز سه‌شنبه با هدف آگاه نمودن مردم از HIV سپید و راه‌های جلوگیری و تبابت آن، فعالان قرغیز در یکی از میدان‌های بیشکک رقص کردند. 1 دکبر در سراسر دنیا همچون روز بین المللی مبارزه با سپید شناخته شده است. اشتراکچیان این چاره‌بینی میگویند آنها میخواهند به مردم درباره راه‌های جلوگیری و معالجه سپید یا خود ویروس نارسایی مسئولیت بدن اطلاع داده درباره مبارزه با پس دادن شأن مردم گرفتار این بیماری کمک رسانند. در قرقیزستان تخمیناً 6000 نفر گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن بوده، اساساً به واسطه سوزن هنگام استعمال مواد مخدر مبتلا شده‌اند.